Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. 24 فوریه سال 2022 این شخص جنگی را اعلام کرد که می گفت 3 روز را می گیرد، اما آن 4 سال است دوام دارد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با وجود محکومیت جامعه جهانی دستوری حمله از آسمان و زمین به اوکراین را داد. ارتش روسیه با تخریب شهر و دهه وارد اوکراین شدند. Ми вже видаємо зброю. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین اعلام کرد که به روسیه تسلیم نمی شوند و تا آخر ایستادگری می کنند. 4 سال باز ارتش اوکراین در برابر تجاوز روسیه مقاومت می کند. ارتش روسیه که در آغاز با هدفهای بلند آوازه این کشور را در یک مدت کوتاه غصب کردنی بود، با گذشت 4 سال در منطقه دانباس درمانده است و پیشروی چشمرس ندارد. در اولین ماه‌های جنگ عکسی صدای آن در تاجیکستان نیز شنیده شد. این هم مراسم جنازه ابوبکر ناظیموفی 24 ساله از تاجیکستان بود که خبر کشته شدنش در 2 ماه اول جنگ رسانه‌ای شد. بر اثر موشکباران و بمباران روسیه هزاران اوکراینی کشته و میلیون ها نفر مجبور به ترک وطنشان شدند. مهاجران تاجیک که تا این دم زیر فشار در روسیه قرار داشتند به بلای دیگری گرفتار شدند. برای جنگ قدم مورد جنگ هر دیگه میفروشم پایون بنویسون خیلی چندین آدمای خود رفتن مردهاشون اومدن نمیخوایم ما زن فرزند داریم. مقامات روسیه در 4 سال دسته مهاجران تاجیک را بازداشت و زیر فشار برای رفتن به جنگ مجبور کردند. یوگنی پریگوژین رهبری زرخریدان واگنر که بعداً گفته می شود در صدمه هواپیما کشته شد، آشکارا محبوسان را نیز از محبس‌های روسیه به جنگ جلب کرد. تا آغاز جنگ خبر داده می شد که در زندان‌های این کشور بیش از 10,000 تاجیک زندانی است. چی تعدادی از آنها به جنگ رفتند معلوم نیست، ولی از کشته شدن 10 نفر آنها خبر رسید. طرح زیستن می‌خواهم در اوکراین اسم بیش از 3,000 شهروند تاجیکستان را نشر کرد که کشته یا اسیر شدند. رادیو آزادی درباره بیش از 100 تاجیکی که در جنگ اوکراین کشته شدند خبر و گزارش نشر کرده است. با گذشت 4 سال پایان جنگ معلوم نیست. دونالد ترامپ که سال 2024 پرزیدنت ایالات متحده آمریکا انتخاب شد، وعده پایان دادن به این جنگ را داده است. مأموریت او توانست 2 جانب را به میز مذاکره شنانند، ولی هنوز 2 جانب به سازش دست نیافتند.